در حدیث صحیحی که پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. ایمان ندارد یکی از شما تا اینکه هوای نفس او تابع چیزی باشد که من آوردم. پیامبر چه آورده برای بشر؟ این کتاب آسمانی از جانب خدا عرضه کرده است. بنابراین ما نباید از هوا و هوسمون تبعیت و پیروی بکنیم. اون چه قرآن به ما دستور میدهد، اون چه خدا به ما امر و دستور میدهد، با جان و دل، با تمام وجودمون اجرا و پیاده بکنیم. اگر میخواهیم مسلمان واقعی باشیم، گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. به قرآن تمسک داشته باشیم که قرآن نجات دهنده ماست. قرآن روشنگر حقایق برای ماست. قرآن حل کننده بسیاری از این مشکلاتی که برای جامعه بشری پیش آمده است. جامعه اگر با بنبست روبروست، اگر دچار رنج و محنت و گرفتاری و عذاب و تنش‌های فراوان در زمینه‌های مختلفه، راه نجات بشریت بازگشت صادقانه به قرآنه. و حق دیگر قرآن بر من و شما تلاوت قرآنه. قرآن تلاوت بکنیم. تلاوت قرآن عبادته. تلاوت قرآن صفای باطنه. تلاوت قرآن غذای روحه. به تعبیر قرآن اقرأوا القرآن، به تعبیر پیامبر اقرأوا القرآن. شما قرآن را تلاوت بکنید. فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأهله. قرآن فردای قیامت شفاعت کننده اهل خودش هست. اهل قرآن چه کسانی هستند؟ اهل قرآن آنهایی هستند که به قرآن، با قرآن انس گرفته‌اند، از تلاوت قرآن لذت میبرند و قرآن را به منظور تقرب به درگاه خداوند متعال تلاوت می‌نمایند. قرآن میگه فقرؤوا ما تیسر منه و اقیموا الصلاة. شما هر چی براتون ممکن و میسر باشد این قرآن را تلاوت بکنید. خدا به پیامبر هم دستور میدهد اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک. قرآن را تلاوت بکن. به زنان پیامبر تلاوت دستور میدهد و ذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. و به ما هم دستور داده است که ما قرآن را تلاوت بکنیم. همه اوقات، به خصوص ماه رمضان که ماه نزول قرآن است، تدارس قرآن، جلسه مدارسه قرآن ارزش بسیار مهمی دارد. انسان‌هایی که در جلسات قرآنی شرکت می‌کنند، اینها مهمان خدا هستند. اینها در معرض رحمت مستقیم الهی قرار گرفتند. چنانکه در حدیث ما جلس قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده کما قال علیه السلام. هر قومی که در خانه های خدا، در مساجد بنشینند به تلاوت قرآن، یا اینکه جلسه مدارسه قرآن داشته باشند، یک آرامشی بر آنها نازل می شود. آرامش خداوندی بر دلها نازل می شود. چرا که تلاوت قرآن ذکر خداست. بهترین ذکر تلاوت قرآنه و به ذکر خدا هم الا به ذکر الله تطمئن القلوب. نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه. و رحمت الهی آنها را احاطه میکنه، فرا میگیرد. و حفتهم الملائکه. و ملائکه از حضور در کنار آنها لذت میبرند. جلسات قرآن خودشون تنها نیستند، در کنار آنها گروه‌هایی از ملائکه حضور دارند که از تلاوت آنها لذت میبرند. هنگامی که آنها به آیات رحمت میرسند، برای آنها دعای رحمت میکنند. هنگامی که آنها به آیات عذاب میرسند، برای آنها از پروردگار عالم پناه دادن از عذاب میخواهند. و هنگامی که دعاست و دعا میکنند و به ربنا ها میرسند، در کنار آنها فرشتگان بر دعاهای آنها دعا مینمایند و ذکرهم الله فی من عنده. و خداوند این طبقه و این گروه از بندگانش را که پاره ای از وقت خودشون به تلاوت قرآن و حضور در جلسات تلاوت قرآن میگذرانند، آنها را در میان فرشتگان مقربش به خوبی و بلند نامی یاد می نماید.